در زمان صاحب استقلالی مملکت بهر تعلیم و تربیه و به کمال رسانیدن کودکان تمام امکانات فراهم گردیده، همه روزه این قشر جامعه تحت توجه و غمخواری فرا گرفته می شود. در دایره نقشه چاره‌بینی ها به افتخار روز بین المللی کودکان در میدان ستاره های خوجند آزمون رسم در روی منفرش با اشتراک دایره وسیع کودکان تشکیل و برگزار کرده شد. در این آزمون از شهر و ناحیه های باباجان غفوروف، بوستان، گلستان و شهر خوجند زیاد از 60 نفر محصلین مکاتب میانه شرکت ورزیده مهارت و ملکه خویش را پیشکش هیئت حکمان نمودند. آزمون در اساس نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت از طرف کمیسیه عاید به حقوق کودک و مرکزی تحصیلات علاوه‌ای ولایت تحت عنوان ما کودکان خوشبخت زمان برگزار گردید. در اینجا صلح و امانی را تصویر کرده ایستادند. کودکان از 4 شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک دارند. در اینجا کودکان پرچم‌های دولت‌ها، کفتر، کره زمین و دیگر چیزها را تصویر کرده ایستادند. باید تذکر داد که آزمون مذکور همه ساله تشکیل و برگزار گردیده، هدف بیدار ساختن حس وطن دوستی و خویشتن شناسی بین کودکان، جای ساختن ذوق زیبایی پرستی و افتخار از این دولت و ملت خویش می باشد. در آزمون مذکور کودکان و نورسان شرکت ورزیده با تخیلات بای و رنگین خویش منظره های زیبای وطن را تصویر نمودند. ما در رسممان 2 کبوتر کشیدیم که این رمزی صلح می باشد. تاجیکستانی ما صاحب استقلال می باشد. در رسم ما این چنین کودکان نیز تصویر شده بودند که آنها در تاجیکستانی صاحب استقلال زندگی می کنند و در تن آنها کرته ملی تاجیکانه پوشیده شده است که در تن دخترچه این الاس می باشد که رمزی کرته تاجیکی می باشد. بچه های دیگر باشند، یکی هاشان سرنای می سرایند و دیگرشان نقاره می زنند. این هم رمزی ملی تاجیکانه می باشد. در مهلت مقرر گردیده کودکان و نورسان توانستند تمام منظره های زیبای وطن را در اسفالت انعکاس نمایند. هر یک تصویر کشیده شده از طرف هیئت حکمان بهاگذاری گردیده، بهترین ها با دیپلم، سپاسنامه و تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند.